آیا میدونستید کره زمین چطور به وجود اومده؟ زمین اولش فقط یک سری سنگ‌های غول‌پیکر و سرگردون دور خورشید بود، ولی کم کم این سنگ‌ها با هم برخورد کردن و اینجوری زمین متولد شد. جالبه بدونید کره ماه هم حاصل تصادف سیاره تیا با زمینه که تیکه‌های جدا شده از این ضربه کره ماه امروزی رو به وجود آوردن. اما خب این تازه شروع ماجرا بود. در طی میلیون‌ها سال شهاب سنگ‌ها زمین رو بمبارون کردن. این ضربه‌های مرگبار باعث به وجود اومدن آب روی سطح زمین شد و در همین زمان عصر یخبندان شروع شد و کل سیاره از یخ‌هایی به ارتفاع 3 کیلومتر پوشیده شد. اما درست وقتی که به نظر می‌رسید هیچ امیدی باقی نمونده، آتشفشان‌ها از دل زمین فوران کردند و حرارت داغ گدازه‌ها یخ‌ها رو ذوب کردند و خشکی‌ها و قاره‌ها شکل گرفتند و در طی میلیون‌ها سال زمین کم کم به چیزی که امروز می‌بینیم تبدیل شد. حالا شما بگید